بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. اما بعد دوستان هموطنان عزیز، امروز خواستم در موضوع صحبت بکنم که کی را رئیس جمهور میبینید، رئیس جمهوری آینده رو کی را میبینید. میخواستم در همین باره کمی صحبت داشته باشم. خواهش میکنم که حکمتدارا بیایید، چاپلوسا بیایید، وطن دوستا بیایید، همه کسا بیاین فکر نظراتونه بگین. برادران عزیز، درباره رئیس جمهور آینده من فکر میکنم که حکومت یگان انسان تیار کردگی است، یگان کادر تیار کرده است برای مردم. میتونه که پیشنهاد بکنه به مردم که این همین کادر من هست. در 30 و چند سالی که رحمانوف داره حکمرانی میکنه، متاسفانه ما نمیبینیم یگان کادری که ببرویه پیشنهاد کنه برنامه‌ش به مردم. به همین خاطر امروز نام برنامه را گذاشتیم که رئیس جمهور آینده کی را میبینید. به همین خاطر با ما بمانید برادران عزیز، لایکاتون رو بمونید، پدیلیت بکنید، به دوستاتون بفرسته. خوش صدای ما هست. اگر یگان کسی که ما را میشنود، خواهش میکنم صدا را وای میکرد میفهموند که صدا هست یا که نیست. نفرایی که هست خواهش میکنم نمیجا کامنت بنویسه که صدا هست یا که نیست. میری که گفتنیم یک حکومتی که امروز داره 30 و چند 31 32 سال میشوه. امروز من میخواهم که درباره کادرهاش بدانم که کادرهاش کیان، کیها را آماده کرده است. به همین خاطر برادرای عزیز با ما باشه، بمونین، لایکاتون پدیلیت بکنین، بیاین کاری بکنین که مردم سرجم بکنیم، کاری بکنیم که در دولت یک کاری بکنیم که با منفعت مردم ملت باشه. خوش صد تشکر زیاد برادر عزیز هست. ما به همین خاطر برادرای عزیز بیاین دستگیری را فراموش نکنین. خوش به فکرم که همش طوریه، تنها وارد چیده صحبت کردن. رحمانوف تنها میخواهد که فرزند چه بمانه، بغیر فرزندش بغیر رستم دیگه کسی چشم دیدن نداره. به همین خاطر نام این برنامه همین است که رئیس جمهوری آینده کی رو شما میخواهید ببینید. من میخواهم این مردم سوال بکنم که سوال امروزه همین است که شما کی رو رئیس جمهوری آینده میبینید. رحمانوف بگذار که نه امروز ای دنیا گذشت، رستمش گفت که من نمیخواهم که رئیس جمهور باشم. همین چاپلوسا و همین طرفدار رحمانوف کی را انتخاب مینه، مخالفا را هم قبول نکنه. ما میدونیم که این مخالفا کیه بمونه، اما ایدرن همین حکومت امروز کار میکردگی ها یگان نفر لایق رئیس جمهوری شما میبینه یا که نه. مرحمت کنه بیای صحبت آزاده، به تحقیر، به دشنام بیای، انشاءالله که صحبت میکنیم. ما طول 1-2 ساعت میمونیم اینجا
اصلا خداحافظی میکنیم. به همین خاطر برادرای عزیز سیلکه و فکرم گذاشتگی است. کسانید که میتوانید در کامنت پریویاز کدگی های میتونه که طریق سیلکه با استودیا وریچه صحبت کنیم. برادران عزیز با طریق این لینک میتوانید با استودیا پیوست شوید. این مدیراتر با نویسته خوش دنغره. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام. تشکر برادر عزیز. کی را رئیس جمهور آینده برادر عزیز؟ خدا لعنتش کنه. بدروم گفتم یا استعفای ما را همون میگم برو. برادر عزیز نمی کی را رئیس جمهور آینده میبینی خودت؟ محیدین کبیری. نه بغرض مخالفو. هیچی که همه دزد زینوکور همه تجاوزگر همه معلومه. همه دا معلومه. امریسه پرستوش تو همه خری کرونا همه دا معلومه. خب تشکر زیاد برادر عزیز. من برادر شما دا کاری سبوک بخیش کروچی که ترمای کرپیچنی خدای من جوش. خوش اکا سلام علیکم برادر عزیز بفرمو. به نام اکا وقتی در آمده خواهش میکنم ناماتو گرفتم کمی تست صحبت کنه که استودیو خارجتان میکنم. نیست؟ خوش اثباتی یعقوب. سلام علیکم. سلام علیکم. وقتی که برادران میگم که ناماتو نمیگیرم شما گپ نمیزنیم میبروی. و همین خاطر وقتی که نامتو نمیگیرن در استودیو خواهش میکنم که سرز فکر نظرتون بگه برادرای عزیز، برای که آدم ها زیاد میدرویند بعد دیگه نمیتونن اونها صحبت کرده. وقتی نامتو نمیگیرن شمال وره جواب بده خداحافظی بکنیم. برای همین گفتنیم که طرفدارای رحمانوف در کجای بیای. من خواهش میکنم امروز یک طرفدار رحمانوف بیا بگه که ما فلان انسان میخواهیم، بعدی رحمانوف بیسمدان انسان میخواهیم. مرحمت. مدینه در تیک توک اعلان کرده بودم که امروز برنامه دارم در یوتیوب. مرحمت کنی برادرای عزیز بیای با ما باشه. خوش فرما برادر عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر پیشنهاد داشتیم در این برنامه تونمی ایوب دعوت میکردین یا سوال جوابش میکردین. بسیار آدم با سواد سیاست مدار جوان خواهد دعوت های بیای ما در ما هویه برای لبای انسان همون هم بیای وای افسر دعوت کنین سیاست مدار جوان یک صحبت کنن. به برادر عزیز کی میگه که همین ایوب بسواده؟ کلون یا کلون مقصد که بیایه اشتراک نه با خدا خواستن در همه دنیا همه توپایترین انسان در دنیا می ایوب های یا آدمی که سفید های سیاه فرق نمینه می ایوب های مگه کو رستم پلیوت تکتو تکوی В этот день давайте отпразднуем каждый 8-й, и так называем. Естественно, про праздник день рождения все сразу забывали, блядь. الله خیر برادر یک دعوتش کنین اشتراک کنه خودش چه احمق کنه.
اونا نمیتونمش دعوت کرده که بعد منم در چورنی پرتافتای چقیلیه که چند باشید بهش روی بینم И нахуя? صورت پیشروی ملت چرایش بینم قبول نمیکنم برادر عزیز قدر Да. رئیس جمهوری آینده کی را میبینی؟ Ну, هر کسی را که خلق انتخاب کنه. نه خودت مثال نه خلق اینمی یک نفر میتونه که مثال فکر نظرش بگه کی را فقط مخالفا را نگو رحمان فقط بچهش نگو یگان انسانی که در همین امروزه حکومت کار میکنه همون انسان میکنم چون گیری در حکومت حاضر بسیار است که انسان‌هایی که لایق و پرزنتی هستند اونا مردم انتخاب میکنن. نه میتونی نام شب بگویی Аннексии нету. متاسفانه نه. Люди машина отъехала недавно. Ну, я сказал, میفهمم я говорю, а где? باش بخی همو خی خدا نگهبانت برادر عزیز ما میخوام فکر نظر مردم بگیرم Решил прокатиться, میخوام сказал, که что مردم همه باره چی میگه نمیخواهند تو که مردم وابشه اینترس ندارند همین چیز تو که نمیخواهند که На территории, либо в штабе. А он, кстати, не собирал на... زنده باش برادر، سلامت Он باش. мог с ним поехать. И Галину خدا забрали, всех نگهبانت забрали. خوش به همین خاطر برادر عزیز به دشنام به تأخیر بروی فکر نظرهاتون بگه برادران عزیز بمونه لایکاتون پدیلید بکنه دستگیری بکنه برنامه ما را که ما ببینیم که مردم ما را داره دستگیری میکنه ما دو چند برنامه میکنیم پیشنهاد میکنیم به مردم قبول کرد میکنن نکرد تمام میریم برای خدمت به همین خاطر برادر عزیز اینجا چند نفرایی که هسته بمونه لایکاتون پدیلید بکنه عذری زیاد باش برادران عزیزی من خوش بخشش زیاد مدت زنگ تلفنی میشه نمیتونیم پیوست کرده و همین خاطر زوک کشتم ظالم سلام علیکم و علیکم السلام. روز خوبی برادر. الحمدلله الله صاحب باشین و ما در همین برنامه شما میخواهیم مثلا فکر شخصی خود را پیشنهاد کنیم همچون یک شهروند تاجیکستان. بچه یک دقیقه برادر عزیز همینجا کلقاق ایوب اومده نویسته که الماس خوین ملت بیا دکازت بکی که من خوینم ایوب چه؟ ایوب چی نویسته؟ الماس خوین ملت ایساقف ایوب سرت نشسته بیا بالا برو صحبت کنیم کیا رئیس جمهوری آینده دیدنی در تاجیکستان اینجا رنگ هم زنکا وره در همون کمین نویسته حیدوری مرده که بیا اینجا صحبت کنیم تمام بفرما برادر عزیز ما در آینده میخواهیم که مقصد یا برادر
محمد اقبال صدرالدین یا که اکای نوردین کبیری. فکر و نظر شما برادر عزیز قبول یگان وای نیست. این ایوب لسان گپای ما را بشنو. تو دور یا زور است که مقصد هلاک میشن. دا سر کلی که ما بمیزم سر به کل شما دارگیر. برادر عزیز همین خواهش میکنم همه باید ما مردم تاجیک فرهنگ سیاسی مو بالا برود، نخواه که ایوب همه دونیم لیسک بعد یا دیونه یک هش نداره، لیکن خواهش میکنم همین دشتامو تحقیر نکنی. خدا نگهبان باشه. حالا با پیش باش. مردم تیک تاک باش. مردم تیک تاک سلام علیکم. مردم تیک تاک سلام علیکم. همه کسا خوش اومده. باش. اینجا کی بود؟ برادران عزیز یک دو نفر در آمدگی اجازه دادگی نیستیم. من متاسفانه شما را نمیتونم در استودیو پیوست کرده. وقتی که شما میدروی خواهش میکنم همه چیز رزرشید بکنی. پس اون بدروین بتونه کامرا تا بکشی، یگان مشکلی نیست. ما با چهره یگان کس دعوت هم نداریم. خب برادر بدخشانی شما نمیتونه وارد چیده برای که اجازت نداده. چند باشید همین خمید روی بدخشان با شماست، شما نمیتونه در استودیو پیوستیده با اون خاطره که اجازت نداده. شما میتونه که از سرکه بدروی پولنی اجازت بتیم پسان بدروید، برای که من شما را نمیتونم در استودیو پیوست کرده. باش. اینک طرفدار ایشان رحمانوف، طرفدارای خواهین ملت، مرحمت بیای فکر نظرهاتون ای خیلی پرتل همین حکومت روی کردگی نبود برای شما. ما امروز میخواهیم فکر نظر مردم بگیریم، بفهمیم که مردم چی میخواه، چی با مردم ما بتیم، ای چیزا را میخواهیم بفهمیم. و همین خاطر با ما باشه. کسانی که ما را در تیک تاک در فیسبوک تماشا میکنیم برادرای عزیز خواهش میکنم که با یوتیوب پیوست شین، با ما بپیوندین، بیاین صحبت بکنیم. امروز موضوع درباره همین است که رئیس جمهور آینده کیا میخواه ببینه در تاجیکستان. شما میتونه که بیای فکر نظرتون آزادانه به تحقیر به دشنام بگین، یگان مشکلی نیست. به همین خاطر برادران عزیز کسانی که ما را در تیک تاک و فیسبوک و یوتیوب تماشا میکنن خواهش میکنم که همه کسا به یوتیوب بیای، لینک گذاشته شده است، میتوانید که با ما بپیوندید. بعد یک اعلان دیگه دارم که برادران عزیز خواهش میکنم کسانی که نو آمدگی لایک تونه بمونه برادران عزیز، پادپیسات بکنه، با ما باشه. ما ببینیم که ما آبونچیمون زیاده، لایک میگیریم تا جای در کاری را. ما زیاد طلب نداریم، ما زیاد چیز طلب نمیکنیم، تنها همو آمدگی بمونه برادر عزیز. لایکاتون پدیلیت بکنه و دوستاتون روان بکنه، همینش یا دولت های. اینجا که ایت پرزیدنت نمیبرویم چکا کنیم؟ مردم انتخاب میکنه برادر عزیز. ایده را من پیشنهاد میکنم مردم قبول کنه، میکنه، قبول نکنه توکلش به خدا. رحمانوف هیچ چی نداد، 32 سال شد اثر قدرت تونسته ایستاده.
من یه انسانی که میگم که من اگر همین کارا را نکردم من برای در پیش سامانی اویزان بکنه یا که برای زندانم بکنه چه خیلی که در مختان محقله چی بر رحمانوف 2012 زد قسم بس گوشانی ملکو به شیری مادرش به همه چی که من مردم در سوید میتیم 2023 تا امروز سوید نداریم ما در ای باره شما عقل تا نمیگیره نمیفهمی که در دنیا چی گپه مردم هزار مشکلی داره امروز میبراید تا نمیشه شما حتی نادیده نگیری رحمت خداوند در پستی های همین زیلنسکی یک اومد تصادفاً پرزیدنت شد خدا یک میبینی که در نصیب ما هست این همجور من گپ زده شدم یک روز میبینی که رئیس جمهورم بعد چیکار میکنی به همین خاطر به چشم کم انسان نگاه نکنی گپ در ایده انسان چیکار کردن میخواه بکنه برای دولتش برای ملتش ممکن که من محبوب دلی مردم میشم مردم من قبول میکنه بعد انقلاب این هیچ که نمیدونه به همین خاطر یگان محل گپی پست بلند نسبت همدیگر باید نزنیم برادرای عزیز به همین خاطر باید کمی انسان صفت بدن در کار کم ترک به دشنام شما یگان جای من کم نمیشه من شما دشنام کنم یگان چی نمیشه مسافت زیاده هر انسان در محلی که مسافت زیاد باشه هر چی میگه بدخشان والک سنا و شما نمیتونید من شما نمیتونم قبول کرده و اون خاطره که شما اجازت نداده مردم تیک تاک всем добрый خوش ایشون نوردین خوب است کنش نه ایشون نوردین کار باری اون ایشون دیگه بخشش زیاد ما را اینجا زنگ ها میشه برادران عزیز خواهش میکنم در محل پریمو افیر زنگ نزنه اگر کسانی که صحبت کردن میخوای به طریق لینک وارد چه صحبت کنیم یگان مشکلی نیست در تلگرام یا که در واتساپ خواهش میکنم محل افیر زنگ نزنه خلال میرسونه برای که من رنگ دیگر رو 5 تحجیزات ندارم که دو وقت افیر کردن و پراولیت کنم هر یک قدم شد اونا من خلال میرسونه وقت شما زنگ میزنی
خوش برادران عزیز، بمونه برادران عزیز، همون لایکات بمونه، لایکاتونه بمونه، پدیلید بکنه، دستگیری بکنه برادران عزیز. تن سلام علیکم. وقتی که میدراران تو خواهش میکنم که نام تو نگیرتن صحبت کنی، بعد میگه که ما را قبول نمیکنی، این پایون داشت داد میکنیم. من خواهش میکنم که خاطر رسانتون میخوام بکنم که وقتی نام تو نمیگیرن همون برای گپ زنه تمام. خوش مرگ چیست؟ خوش برادران عزیز، بیا سری موضوع بریم که در تاجیکستان کیها لایق رئیس جمهور شدن رو دارن. من میخوام که مردم برای فکر نظر شو بگه در این باره. به رحمانوف تاجیکستان ما میخواهیم. ما میخواهیم که اویله رحمانوف نباشه در تاجیکستان. کسی که نباشه قبوله، اما همین اویله را ما قبول نداریم. ما میخواهیم که رحمانوف به استعفا بروه، قطعی اویلش نباشه. به همین خاطر برادر عزیز برای فکر نظرتون بگین. فدیا کامیرات میتونی که بکشی، کامیرات بکش، صحبت میکنی. سلام علیکم. علیکم سلام. سوز خدمت اینجا برادر، سلامتتون خوبه؟ الحمدلله به خوای داروی نمجا. والله بهترین رسیده و سربلند باشین. شما هستین در طور سلیمو که مکمل هستین، نباشه اون رحمان خوی نعلتی. همین برادر عزیز، رئیس جمهور آینده کی را میبینی؟ صدای من هست برادر عزیز؟ مرا فهمیدی؟ بله بله، این سیاجم بگو کم تا زیستان. رئیس جمهور آینده کی را شما میبینی؟ کدام باشه برادر عزیز، کدام باشه هم یک خیلی امی دولت منا نگاه بینک نو مهاجر نشیم. ما در همین قش پسنده فرق نداره کدام باشه، خواه ای در درون باشه خواه ای مبارزان باشه، فرق نداره، خلق انتخاب کنه. تشکر مخالف برادر عزیز، سلامت تشکر. باشین. سلام علیکم. یک بار دیگه سلام. همه ایوب دعوت کنین، ما به حد انتظار احمق شده نشیم. برادر عزیز، اون انسان ها اینجا نمیان. من میخواهم که همین در تلگرامش روان بکنم، همین سیلکه همین چیزا. با فکرم که اون انسان من واپس بلاک کردگی. دو سابشنی آخیر من خوندگی نیست. Терентьев, я верю, это буквоед еще тот. کسانی که داره رقمش هم میتونه که پدیلید بکنه با توافق ایوب یا صحبت کنه، اون مشکلی نیست. بعد چرا لافی وطن داری میزنه، وطن دوستی میزنه، مردم دعوت داره؟ Наставник, это мы подписали 27 октября. خیلی شاگرد رحمان اخده. В ночь часов. یک زمان برزید دولت گپ میجاید. В 00, А 5 часов все считается.
Ну, так если в 0 часов... برای مزهش نیست. او خفه نشی. 20, то есть из 25-го заключил, то 24-го, 10-го... برسوننش دعوتش کنین من با چهره قطعا آدم بحث میکنم باید در کانال خودم گپ نیست. بیزا دوان رویدین کبیر محمدی بای صدردین. خدا نگهبانت برادر عزیز. تشکر زیاد. بنویسه برادران عزیز. من نمیدونم در خطی شما نمیتونه برآمده 300 چند آدم تماشا داره. شما میتونه فکر نظراتتون در کامنت ها بنویسه. بسیار انسان ها نوشتن که مثال محیدین کبیری را میبینن، محمد اقبال را میبینن، نمیدونم اشورف را میبینن. شما را میتونه که فکر نظرتون بنویسه کی را میبینی. یک نفر دیگه نویسه که ما شما را میبینیم. فکر نظرتونه برادرها آزاده بفرمایید بنویسه بفهمیم که مردم چی میخواه. به همین خاطر رستم با پیش اجازه دادگی نیستی برادر عزیز، نمیتونی وارد چیده با استودیو. خوش برادران عزیزی من 300 چند نفریم. چوبای خیلی امروز ها ما دهمیت سیرون بشم ده برادران عزیز. میدروی اجازت بطیه با بدروی اجازت داده میدروی 2-3 نفر همینجا در آمدگی اجازت نداده. من نمیدونم که و مشکلی در شما های. یکتاش سلام علیکم. علیکم السلام. احمد رحمانویچ بفرما. چخیلی خوبی تینجی سلامتیت خوبه؟ تشکر. اینجا شده میگیم که رئیس جمهوری آینده کیا میدیده باشه همین مردم؟ رئیس جمهوری آینده بله ممکن که می کبیری باید باشه. و فهمیدگی من یک کبیری ممکن است شدنش. خیلی که استا شما معلوم میشین و دیگرو معلوم میشن، ولی شما نه برآمد کیسین هیچ کس شما را نمیدونه. بله وقت ساعت اومد همش با معلوم میشه. همون ما میگیم او نمیشه. وقتی مثال وقت شید بعد معلوم میشه. بله. برای همین خاطر منم میخوام برنامه ما پیاده بکنم. بر روزهای نزدیک من آیین‌نامه ما نشر میکنم انشاءالله به طرز ویدیویی، به طرز نوشتهش انشاءالله نشر میکنم. کسانی که خواندن نغز میبینن بگیرن بخونن، کدوم میخواهن که پروستا گوش بکنن. میخواد میخوانش ژورنالیست میخواد که اخلاقش بفهمه او خلاقش هم میکنم. برنامه ما پیاده میکنم. مردم قبول کرد میکنه، نکرد ما مبارزه مون پیش بردن میگیریم. یازی همین کبیری یک هولیاره اکو 24 نمیشوه. چون سوروی زفر دز بود و دز میروه. او فایدهش نداره. او در وقت دز بود فایدهش نداره. برادری عزیز من همین نمیخوام که همین تحقیر دشنامشو نکنیم. من خواهش میکنم ده محقلت نیست برادری عزیز. توکلش به خدا کنه. پراستا نگه کنیده ما مردم تاجیک برادر عزیز وقتی که میویا وقتی آوازی میشه بیا آوازش نته. محقلت نیست. مثال من محقلت نیستم. همین گپی گنده من خواهش میکنم که باید همین مردم ما نگن نسبتیت هم از گوش کده برای که من او در وقتش میدونستم کی بود در کجا بود. فهمیدی
من را کلتور ناگ میدونستمش. او با ما با دشمن بود، ما به او دشمن بودیم. نیکی در خون که باشه کو خونه گم کنه نمیتونی میرایم تا داخیره برای اون اولیار کبیری ممکن بعد آینده با میبینیم. آینده مثال شما ممکن با پیشروی خوب کنید. شما نیکی گروه ها رو در درون تشکیل کنه که کار کنه و ایتری گبزنی نمیشوه. برادر عزیز هدف ما همه چیز داره. هدف من لیست همه چیز داره که من میخوام که هم مردم قطعیم جلب کنم و یک کار بکنم. نه مردم گوش کنم. دیگه مخالفین برادر عزیز دیگه مخالفین فقط میگن که ما کارمو دعوت های بکنی اگر تو اگر کار بکنی همین خلاص. من میخوام که قطعی همین مردم باشم. یعنی مردم اگر باید که ما پگه انقلاب بنیم من همین بگهی میپرم تاجیکستان یگان مشکلی نیست. آره گوش کن. تو تولد چنده کی؟ تولد خود چنده؟ 88 یوشی خیلی با نظر ما یوشی. من 55 رفتگیم فهمیدی؟ من امی جنگایی که بودن ما در همون جا بودیم. ما همون صفحه بودیم و ایتری گپ خطی تاجیکی ما را کو خزوندن نمیتونی. اگر در درون کار نکنن یگو سگ بچه را کم کم نکتن این کار پیش نمیره. وقتی میکتی خلق با طرفدار میشه نه طرفدار نمیشه. فهمیده بگیرین. و این گپی ما کو خلق نمیخیزه. ما باید کو اون سگای کلون یتنیم تشه گوتپو شکستن در کار نو بزاکور شکستن در کار که مردم بترسن. اوزا ایوه میترسن ایمونا میترسن. این خلق تاجیک ای کن میترسید که طرفی همو ای یه دونسته بگیرین. من ایمو آدمایی که پیش صف بودم اوزی 16 شمالی از سال من 16 سال شید ای خونم بیرونم. فهمیدی؟ 16 سال شید من اوز زن دیدگی نیستم. نیکی این کار نکنه که وایتایی نمیشه. من اوزی بتونم در اومده میدونم در درون چکو کنم. نیکی من نمیتونم. کمی کمش در گوش من که 25 سال کمی کمش ولی که من نمیتونم در اومده. من بتونم که میدونم در درون چکو مینم. باید در درون انمو پاعتی نچه منیسته امنیت که کتیدن در کار شکستن در کار نکشم میشکنیش که به ترسن دیگریو. مردم از ظلم که نکردن مردم طرف میگه ظلم کهیزن طرفی او میترسن. یه دونسته بگیرین. شما مردم بخیزن محمد بگو میگه من ای تاوتا و ای تاوتا تو کو نمیشین. من همی خمیم در اون محمد با درمان نمیتونیم با امتا چیزم تری و افشه نتونیستم فقط خطی شما گفت زیستم. همین گپ بسیار میزنه و هیچی و ای تری گپ خطی هیچی نمیشه. امروز 100 متر پگه میلیون میگیری. اون مرده کو میلیون متر تطب گم کنه. امی یافتیم و گپ نمیشه. من اینو گارانتی میتونم که ایتری گپزنی کو خلق نمیشه. وقتی خلق او جخیدگی های ترسوندگی های کو او خلق هیچ کنه نمینه. طرف خطی هم نمیزنه. وقتی تو در اومدی او که زدی هم دکه خلق خودش کو رویش بلند میشه قتیل میشه میخیزه نه باشه نمیخیزه. این فیروز ابراهیم طرفدار رحمانوفی کیای گفتی؟ کامرات هم یکشی و همین تک صحبت میکنی یک نفر همینجا کامرات هم یکشی و همین صحبت میکنی. سلام علیکم. موضوع شما درباره چیه برادر؟ رئیس جمهور آینده کیا در تاجیکستان میبینی؟ نفهمیدم. رئیس جمهور آینده کی را میبینی در تاجیکستان؟ امام علی را کی را بینم آخی؟ امام علی رحمانه؟ اوه همو ای آخی.
باز یک کسی دیگه شمونم تا او خود شمه گیره که خطا منی امید دزده رنگ نگذره امید دزده سیر میکنه فرزنداش سیر میکنه که باید 30 سال دیگه میگذره 30 سال دیگه میگذره من برم دیگه چی فایده همینجا اوز یکی شما گفتنیه که رحمانوف دزدی کرد 30 سال نفهمیدم بگو شما همینجا گفتنیه که رحمانوف 30 باشی دزدی دوره بله خودم مثال نبینی با چشمت هیچی گفته نمیتونی من ندیدم اکا دزدیش ندیدم مادر چند سال پنسیه میگیره مادری ما ولی پنسیونر نشیده خدا را شکر من رسیه ده راسیا تا میکنه برای پیش رحمانو خودت متکر کن طرفدار شی سر نمینه او این محل سر دیگه نمینه او تو این سر نکنش با سر وقتی نمینه که طرفداری ای رحمانوف داری شیبه در تاجیکستان یا جای کار رحمانوف ساز نمینه که همین طور طرفداراش در تاجیکستان کار کنه حتی به شما در تاجیکستان کار کنه و برای طرفداری رحمانوف کنه من گپ ندارم نه که شما در خارج کار میکنه و با طرفداری رحمانوف میکنه من همین چیز حیرانم طرفداری یگان کس ما نمیکنیم برادر وطن من تنج باشه حاضرش دخواه همو کدسته همو کم میتونه چکا کنه از این مثال شما یگان کار کده میتونیم شما برادر عزیز من گفتم که من میام سوید میتیم مردمه 24 ساعت همه را سوید میتیم 500 تومانی دافتیمی 18 ساله میتیم 300,000 جای فوری تأسیس میتیم در تاجیکستان 300,000 ای گزامتی این جای دولت امروزه ما ایسا اختم نمیتیم ای برادری گفت حکومت دوره امروز نگدزده برادر عزیز مادر 200 سومون پنسیه میگیره یک خلطه 300 چند سومون هست راجع روغن کرچه پیاز پلی آب پلی سویت ایچزو در کوره از یکه گپ میزنم ده همین معلم و معلمه که 20 تا 25 تا طلبه داره همو را ساز نگاه کده نمیتونه اون مردک یا دولتی کلون هم تنجی و وردگی بس مانسته تنجی در جای برادر عزیز تو من بگی تنجی در جای تنجی شما در چی میبینی؟ تنجی سویت نداره خشروگی وطن نمی تنجی های پدر مادر منطق سلامت نداره سویت ندارن مادر مادر سویت ندارن تنجی هست ما شهر دمشینیم 100% هر روز سویت ها یگان روز ما زنگ نزدم که اوچای ما سویت شمردک من دهاتم برادر چیز من دهاتم که شهر یا لستیسه بلندی ها بگه که من دیم سورتی انسانم که من سویت نمیتیم و آدم های شهر سویت دارن و آدم های دهات نه او دهات اما اول نداشتن چی درو میگوی؟ چی درو میگوی؟ تو فقط غم خطا میخری تو در خون چون نزنه غم یکان کسی گر نمیخری همتری توجیکه که ایتا پذیرش کنه نمینی ما داریم بس های باید دیگری رو پا خویه شما همتری آدم برای که ناموس نداری ایمان نداری فهمیدی؟ ایمان نداری یا منافق دیگر رنگی همون ایمانی تی باز ایجا با او اسبابت گاو زده سی ایجا 1001 زنک مرا تماشا دارم و الحمدلله مسلمانه یا خوش نکنه گاب میزنی سپاکای نگاب زن مسلمان باشی برادر اختا فکر منی که دهات زندگی داره او به سویت های او زندگی به تم مسلمان هم تریه های آکا من فکر میکنم باید به سویت توقت کدن شما سویت هم میشه و همه توقت کدن چند خیلی است که بوده سال شد توقت که هستن که رحمان که سویت دومتیه پگه سویت دومتیه آکا سویت های خودت ساعت خوی جانو من اروپا هم تنیست سویت هم خوبم
من سویتام خوبه جون گرمه زندگیم بهترین زندگی دارم من میخوام که مردم منم رنگ من زندگی داشته باشم مردمم دهاده که من زندگی دارم من میخوام که حقوق شهروندیشو برسه به هر یک انسان میفهمی نماز نمیتونن خونده کودکان تا سن 18 ساله نمیتونن رفته من میخوام که فرزند من قاری قرآن باشد قرآن درس بگیره در پیش یک همقشلاقیمو یک آدمی که ملای قشلاقمو نمیمونن این چیزا از درس گرفته سیان کدام درس میخونه خونده سای برادر من میخوندم اخی مرا یگان کس یگان گم نمیزدن که میخوندگیش میخونه تگیجا میخونه تو من ادریس بودم امرا میخونم از ادرس بگو ملا را برن محکم کنم دیدی خودت میگوی کی من اگر ادریس بگو میبرن محکم اینه значит رحمانو میبرن محکم میکنه برای چی محکم میکنن میدونی برای کی همه چی دولتی هم داره اسلامی درس میده همه چی باید با قانونی باشه در خونه او برادر چی عزیز میدونه اخی برادر عزیز میترسه دولت میترسه که در خونه حرف درس مثال نتیان بیاد دولتی بچه ها مسلمانی میخونن همونجا دولتی هوی کردگی هم برای همونجا بخونه برای اینه یک میگن کدام شهری؟ ما دوشنبه بچه ها دوشنبه مانندی ندارم بیاد؟ با خدا دوشنبه ما تکستیل پیش تنکا رفتگی هم قلط مکدگی اگه ناشرگی هم پیش تنکا خیلاتت کرده ایتا پیش سومونی رفت سلام علیکم رستمی امام علی بفرمو سلام علیکم که علیکم السلام من میتونم برادر یک سوال کنم چیکار کنی؟ سوال برای این برادر میگم یک سوال کنم بفرمو برادر این مسلمان حقیقی هستی؟ این مسلمان چیه؟ آوازش نیست میکروفون مکشتی نه بابا میکروفون تو چیکار دارم الحمدلله مسلمانم کیه برادر و همه کمی ظلم و ظالمی رو برادر بیشتر عزیز طرفداری در آوازت بیشتر خاص میکنه فهمیدی تو مرا غم داده شدی ضعیفی یگان جای خوب برا بعد بعضت صحبت کنیم یگان مشکلی نیست بکوشه که میرم شما را ما فهمیده استم که اکا 100% ما هم که میفهمیم اما در درنی گوشک کدمی ازان داده شده کار داریم اخی اکا جون کار داریم تو همیشه این چی کار خونه زواد خلاده نگاه زواد خلدلی تو حکمت همین رحمانوف یا همیشه زواد باز نمیکنه که تو طرفداراش برای کار کنن وقتی من بیام من همین چیزا را ساز میکنم که شما مهاجرت نره شما در پیش زن و فرزند در پیش پدر و مادرتان بمونه در همونجا کار بکنید داگی جاش ساز طرفداری نکنید من نکنه او چنقدر من نمیخوام که پیشوای ملتتون بگه و اساسگزار صلح و وحدتتون بگه و نه من میخوام که خاتمی همین ملت باشم منجر داگی باشم ساز نکنید که جا نباشد در تاجیکستان خیلی جا نیست داگی جاش ساز میکنیم ای جا را خانه کردن خدا نگهبانه بچه خیش یکان جا آماده بیا و صحبت بینیم که باور که خیلی تقینه خوش بفرما برادر عزیز رستم اکا جان برای این برنامه 500 پلیوز هم من 100% راضی هستم برای اون که من خودم دارسی هستم 3 کودک دارم برای من هر یک سری کودکم 20,000 روبل میگیرم همینجا پسابی باز همین بگم که چی بده دیگه دولت ها هست در دولت ایمان نیست ما اگر میشود همین کار بکنیم انشالله در دولت ما همی کروپسیا دوزیا درجه اولی کتی برای همون این مردم در تکای استپی نمیخواد توپایش دیگه هستن که
باور کن من درسی هم قریب 2 سال میشود همون به هر یک 3 کودکم 63,000 میگیرم هر ماه. آجا ناینواز ماست. ناینواز سلام علیکم. Aka salom va alaykum salom. Aka man viloyat Tursuq mesham. Barodar rost megӯяд, манам кӯдак дорам акаҷон, 3 кӯдак дорам. Ҳамин гуфтаем бародар рост аст, манам мегирам ҳар моҳ Россия сум метиҳад. Чӯ Тоҷикистон наметиҳад бародар? Худат мери иншоаллоҳ. танҳо овози шумо дар кора бародари азиз. галасават кине иншаллоҳ ки агар мешавад. бо هر ماه سوم میگیری با مکتب بپول پرایزنو بپول 100% рост гапаш. میخوایم دکتر بپول باشه برای پیتانی تا حتی پیتانی های مکتب همش بپول یک سین یک درهم صرف نمیکنم برای من. 100% рост аст бародар. кӯдакои манам мактаб мерад, сум намегирад, бо дополнительный урок ёд метиҳад, барои ваям сум намегирад. гапаш 100% рост аст бародар. بله ما میخوایم نظام بسازیم در تاجیکستان همین چیزا بپل باشن. ما باید کار بکنیم که یکم با فرزندا یگان چی بتیم بعد همون فرزندا چی طلب بکنیم که بیا خدمت حربی بره بیا خدمت دولت بکنه بیا یگان کارخانه در کار بکنه بعد اوچه ما اونو میتونیم که طلب بکنیم. وقتی که ما یگان چی ندادیم فرزند ما نه قدر تیار کردیم نه بگم زندگی خوب دادیم امروز دعوتش میکنیم که بیا برای خدمت این آیا جهاد نادرست است. این مردم ما میخواه آمد دیگه پتین که کارکردگی هستن هیچ جا رو نمیدونم. اگر این مغزی سراشون ویران شد دیگه از برادر این فهموندن دکار. بله خیلی سلامت باشه الله نگهبان باشه. акай алмаз ман хитоб дорам барои ҳамин найнавоз динар. акай қати муҳаммадиқо баҳс кард, камтар гуфтанӣ будам, натонистам дохил шудам. агар шунавида истодагӣ бошад, агар найнавоз ту аз лаънат кардаи Аллоҳ ҳамин калақоқ аюба ки блок кадай тира ягон кас блок карги нест аю тира ягон ки алмаз на блок карги суҳбат як даро ракам аюба من همین نتونسته بوده بدرویا که من قبولش میکنم یگان مشکلی نیست. من یک به یک میخوام قطعی و گپ بزنم خیلی یگان انسان قبول نمیکنم. барои акай алмаз ман гуфтаниам ки лаънат кардаи Аллоҳ анмо ҳаромзода. من ترا بلاک نمیکنم یگان کسا خواهش میکنم که این همین آینده ملت بلاک نکنه. بیا بالا برای اینجا صحبت بکنیم. چی دو پایون همیخواه نویسته استدای من با گفته چی اکا؟ اینجا یک نفر به نام ایوب های هوایا گفته استدن. خوش بفرمایی برادر عزیز کوتاه استودیا پر شیده میخوام که دیگران رو هم قبول بکنیم. شما همیشه دعاگو هستیم. پدر لعنتی سگ حیوان گفتنیام که همین لعنت کرده الله برای همون کثافت خسیسی و آدم نمیدونم برای وای در 32 سال چی یاردم کرده. من پروس هم نمیپرسنه بودم یگان چی یاردم نکرده میبرا پدر لعنت کرده الله میبرا دفاع میکند برادر. دفاع میکند در 32 سال باز برای تو چی یاردم داد؟ یک تاشو گو یگان چی یاردم نیست میبراد پشتم پرزیدنتشون دفاع میکند. برای همین من فعلا میبیاد که این نامرد میبراد دفاع میکند. در 32 سال یگان چی خدمت نکرد از وطن. حرام خورده لعنت کرده الله. من با همین خواجه پنج گفتنیم که زنت ته بر رستم امام علی مادرت ته به امام علی تجاوز کرده گردد. به ناموس حیوان به کالا برام چی گم به سودا سختی بد نگیر مردم.
انشالله نه همش خوب بشه. پروس اکا من برای چی برای ملتم دلم میسوزد. حاضر میگوید که تاجیکستان من با هم باید چی گفتنی تاجیکستان میگوید برادر تاجیکستان پیشرفته همه جاش ساز پیشروی و بنیاد ساز همه جا آبادی میگوید. اگر که آبادی باشد 4 میلیون من مهاجریم اما ما از گشته 4 میلیون رویم کار هست برای ما разве که اونجا تینجا آرامی باشد کار هست برای ما خسروی مهاجری نگردیم کار هست نیست کار میگوید آبادی میگوید همه جا تینج ساز همه جا گل شکوفان شکفته ایست هست میگوید خیلی همه جا ساز وقتی که تینج باشد بیا رویم تاجیکستان آخیر جا هست برای ما کار بله همین کره میتونی رویم حرام همه просто من قهرم میبود برادر برای گپای ناحق است گپای ناحق بسیار میزد پشتی همین لعنت کرده الان میبرد دفاع میکند برای همین قهرم میبود اکا باور کن منم میخوام به پیش پدر و مادرم باشم به پیش عائله‌ام باشم تا که مهاجری میگردم برادر انشالله خوب میشه همش. گرم سلامت باشه برادر در پناه الله خدا ما با نگهدار. شماییم تشکر. بله اکا خوب خدا نگهبان. مردم یک چی همیجا میخوام بگم تا 800 نفر مورا داره تماشا بمونه برادر عزیز همون لایکاتون بمونه پدیلید بکنی فکر نظراتون آزاده بیای فکر نظرهاتون بگی میریم برادر مراد سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. صدای خوبی اکا سلامتی خوبه؟ تشکر. امیدوارم تنسیت بشی. تشکر. همیجا از یک بچه برمد گفتی که پریزیدنت آینده تاجیکستان میخواهی که باشه گفتی امام علی رحمان کو همون سرش رنگ تایکش زفرچه میگه همه عبوده تینجه بعد هر ایزا نمیکشه یکون گرم ناموس ندارن همیو وقت دو قسم نه من در چه حیرون میشم که اگر همینو در تاجیکستان کار بکنن نه طرفداری رحمانوف کنن من گپی ندارم اما خودشون در خارجه کار میکنن ای پیش پدر و مادر ای پیش زن و فرزند دور هزار مشکلی در بالای سرشو پتن رزریشنی همه چی میگیرن در روسیه و طرفداری رحمانوف انامینش علموارش همیجا دایده اوخی اکا که میبینیشون هم میره ولی همون جای خوی هم برای بینی در یک واگانی دریدگی کلاپی زده ایش خواه نکی هم میخیزه طرفداری میکنن با خدا یکان گرم نه انصاف دارن نه ناموس یا چی را نگاه میکنن باور که اکثریت همون خیلیده آبادی که جای برای کام قشلوخو برای والله قسم نه سوید داریم نه او نداریم موسوران همونجا جمع میشه یکان کس نمیگیرشون یگان قشلوق دا دیده که موسورا را یگان ماشین اومده باشه طرف حکومت برده باشه این اینجا کمکم طرفدار حکومت این اما بگن کو موسورای ماشین در جان موسور کشکو پدن علتا یگان گرم ناموس ندارن نمیخیزن گب میزنن بخت و قسم من پرژینای سر میخیزه 30 سال 32 سال شد نمو دولتایی که قفوترین بدن در 10 سال خیسن همه جا را گذاشتن برفتن میخیزن میگن که 92 سال آخه 2010 سال تلفن ها همه کنوپکه بدن نگاه که در طول 10 سال چند قدر پیشروی شد چند قدر بگن دولتای فقیر بدن چه به کامیابی ها بگیم که برفتن بالا آسمون خیستن رفتن ما فقط آبادی تنجی ساعت 12 شب میخیزم میرم دیجا میرم ساعت 12 شب میگم رفته سمینه و پدنالا ده همه جا ساعت 12 شب میخیزی میره بعد میخیزی ساعت 12 شب تو باید که رفتی دیگه هم آبادی های دیجا ده هم آبادی کو بخیر گب زن قشلقا بخیر برای والله بالله قسم 30 سومان روزی کاری زنکا از هر تا بگرم میرن کار میکنن در انصاف تو خوب برینه پدنالات میخیزی دفاع میکنی 30 سومان تو پریسایکل که دامی مسکات با بگم 200 روبل مگزین درماده نمیشود حالا اگر تاجیکستان برای 30 سومان میره از هر تا بگرم مادرها زن و خواهرها میخیزن گب میزنن میخیزن کار میکنن خرواری با بچورو
میخزن گپ میزنه یگان گرم نخی عقل فهمش نداره نه. آبادی را فقط از ساعت 12 شب دیدن یو. هو افغانستان میلیون بار ایما پیشه بالله قسمانه آزادی هم هست. کو بخیر اگان تو بخیر براد اگان جو آزادی گپ زن میگن دکون چو میزنن. میخزی گپ میزنی آزادی هست. یگان تو گپ زدن در اگان جو برای اینو پسلت نینمو وظیفه دار میترسین. برین کونه همه نام پاسپورت استال بوجو برین کو گپ زنین در کونتون چی میزنن میخزن گپ میزنه والله میره نمو همه پاسپورت استال همه جوش میره پروبکا کامپیوتر مستفاده استودگین یا پرسود کمی دارن میره و نکی نمو ایسا تو بگن انام جداد میکنن دختراش هم تو میره نمو سری دانی سرمو بگن که پسله نمو کارگرش میخزن اول دستم بته باب درو یک چیمچی کلیون کاب پشت پاد باب درو میخزن گپ میزنن بیناموسای بیغیرتای پدن علتو ایا لایک موندن میترسین بمونه که لایک بمونه در درون تاجیکستان لایک میمونه والله قسم پراسموت را میکنم لایک هم میمونه لغوی کارا میکنم این همش به هیله شما این لایک موندن یگان چگان پرابلم است اون مقامات هیله میکنه همون یا مدعی برمی برو نمیشه قبلا لایک مونده است او برای ترسوندن نخیل مرغوه هیچ گپ نیست فهمیدین مردم این قری خیبت نشین ایا لایک موندن اسفه ده جا رفتم تماشا که صد محمد اقبال اجدا نمی خونه خشته بانوم الله محمد اقبال امودو داویدان تلویزیون راکشتن میگه که نه ام تلویزیون نره اوزای تلویزیون ایلامشکورش نه ترسانه ایلامشکور میگن که با ام قدر ترسونشون گای ایلامشکور ای تلویزیون نه خود تو این درجه مردم بی ناموس بی غیرت بی عفت شده باشه والله قسم ایشمو دنمی پسله دینمو افریکانسو سوزن افریکا دا بزد اینترنت سوید هستک در شما سوید نیستک اینا پیشرویتون کو پیشروی 500 تا گیس سوختگیان اما گیسای تاجیکستان والله بالله تعالی قسم 3 تا تاجیکستان سوید میتن نکی نمیتم میفروشه اونم اولاد جمع شیدست است شما بگردین تعریف کرده آبادی شگرانه کیمچی بالا فلان بیسمدان مادرها خستن مادرها جرأت کردن یک بچه‌ها این بچه‌های تاجیک هم بسیار هم کارتون نکنه خیلی اوزره هم دایوس شده یعنی ریشای نم قدری موندگی فقط در تیک تاک مونیشونه در کیمچی بالا همین بمونیشونه می چی فایشگی تماشا کنه بمبرن عروس نه کم ترک اشاره نه کم تر آینده هم فرزندت نکنه فرزندش مو آینده نم خیلی رنگی خدمت که اومده اینجا غلامم انم خیلی غلام میشن صبح زیغ نشین او میگن که آباد نه 30 سالک شده و ساوسانا تایکش زفرچه برمال و ساوسالی میشه نه خود از 32 سال اینال با خدا قسم کشور میسازن از 32 سال 32 سال بعد دهان اسونه والله انمو صرف یک بدم اینا حسن بانام الله هنمی جانو میدم دانمو صرف یک بدم داونم کتابای کم درس میدیدم ای همو چن شومش میدم تا حاضره برای که ای وقت چه معلوم بود این شو اهمیت داده باشین همین جانو میرا کارخونه میسازه ما بسیار مغازین داشتم تاجیکستان اهمیت دادم کارا کدام کارخونه را ساخت کدام کارخونه را ساخت و مامو با منفعت همو بگم دخترش دامادای به شمارش اهمیت دادنش مو نه مثال نمی گوشتی نمی مرغ 18 سومون بود کارخونه را ساختک یک سال پس گوشت 27 سومون 28 سومون شد برای که ای خارجه من میشه او چیزی محصولاتی چه قیمت میشه همچنین آب اینم سیومه را شد او یک نیم سومون بده که آب سیومه را گفت در اونجا برای او ای 3 سومون کم نیست همه مناپول خودش میگه این چی کارخونه ای را شد والله با اینمی بگم که ضرری ملت سوخت این کارخونه میگن ساخته کارخونه را مثل قیمت میشود چیز کارخونه را ساخته که ارزون شینه بگن شما یک برک کامت نمیشه اصلا بگن که یک کارخونه را ساخت جناب عالی همون چیز ارزون شده محصولاته یگان گرم انصاف داره شما میخواد تا این درجه دایس حرام شدگین باور که نمیدونم چی بگم شما را دیگه با خدا این قسم یگان کارخونه را ساخته که همون محصولات ارزون شده باشه بخیز برو گپ زکو یک کونلز برو گپ زوخی میخواد گپ میزنی کونلزی من متاسفانه دین گفتم در محمد اقبال داخلش هم گپ بزنم نتونستم اگر این پدن حالاتای به ایمانایی که میبرن تا این درجه انصاف ندارن کونلزی میکنن و خیلی پیر شدگن خیلی اسی بگیرم اگر جمعو اسی هم جوانو و قگنگا نیستن هم کونلزهای هم پیرای ما همو ددکولیای ما بسیارش همو بگن وقتی همو فاشیستی در زندگی کردن میخواهن که همو خیلی باشیم میگه اجازه تماشا کسی میگه چیکار میکنین تماشا نکنی تنجه بزار که این قدم تنجه نه مصفدو همین نداره کاردا نخینم جوانو را بخشیمونه ایلتیم استه بعد هم یک خطاب که بناو کلی ایوبی خبیثی نجسی که دروغ میگه میخزم میبره تهمت میکنه پدن علتی تهمت کاری حرامی که میبره پیش خودتون خیلی کنی نو سلمان
خارج قدنه یا رشتاری پدن علت شما را زخی زبینه و افغان زنای شما دارن که در تاجیکستان افغان در تاجیکستان هستن و افغان چون میکنه در پیشی بگن که در گرمن و در چینگجو کم کنوت نبخورین هم بلاگره که میخواد کنوت نمیخورین در این همیو کم بخورین او در برای زنات نبتین و توی درجه دویستن که میخوزن او جنبه جقات میخوزن مقابل برادران میخوزن گاب میزنین شرم نکرده انصاف نکرده بم برای اول ایوب پدن علت برای اول گاب زنی با خدا برای اگون کتاب بخونه ایزوناوی کشی ترا با خدا قسم کامیدیا وری تماشا میکنن ترا اگون انسان نرمال نیکو توخیر همین تماشا نکنیم اگر زیق باشه خرسان میشه میخندیم برای همون خندمون میدون تماشا نکنیم افلاس باید شرم کردم برای بم برای رسونده پدنالت ایدیبه که خبیث حرام نجاسی که رشد نب قموندگی پد میخیزی تهمت ایزونامه کشا چمت کردن یا معرک پیشرگی بخدا با قسم بخری مایل قسم خورید میبروی مخالفه را گودکاش نقورت نکنه گودکاش ما را فلان کن ما زاری ترا فلان کنیم یا اینجا ما هم میتونم نقورت کن گودکاش ترا ما فلان کن بعد نشید میخیزی گب میزنی نه برای چی گودکاش نقورت نکنی پدنالت به ایمان همی زبط دانمو خبیثی نمو ایدیگل روی کنه که اقرار نکنه که والله بلو قسم کو ایدیگه سبقن رو با مخابی انا پدنالت میزنم ما میتونیم ما میتونیم شما را صورتات نبگیریم دست میپری نجاس کنیم پارتیم پدنالت دنیا را به سوی بفتن بمبرن ای رسم حرامو موقع خای بخشش عذر کم تر احساساتش شدم اکه با پیش یگان گرم مشکلی نیست کم نرمال رفته سازم برآمده دیشولا که دستگیری هستک نارینه بگیرن پاتیسات چکننی قری خبات نشین نخواد قدر آدم ریخ شوه با خدا زلا شدیم برادر عزیز خواهش میکنم بمونه این 1000 نفر بگیم ما رو واسه تماشا داره 300 لایک داره 370 لایک برادر عزیز این ریخه هم که معلومه اوکی نفرت لایک بمونه بسای نیمی همی بیننده من لایک بمونه بسای من از زیاد نمیخوام برادر اینجا ما را 1000 آدم تماشا داره 500 دونه لایک نداره ما نیمی همین مردم اگر لایک بمونه بسای به من این مردم توی درجه ترسون شده که از سویتاشون میترسن ولی اوبلای لایک از تلویزیونشون بله کاری توبه ای عزیز دیگران هم صحبت بکنیم مایل که بخشیش خواهی پاکستان سکنیم بچه ها لایک کرمونه نترسین خواهی اوزریزیو در کم تا بلند رفتیم بوکی سربلند و خونه آبود باشین سلام علیکم سلام علیکم برادرو علیکم همه السلام جوندوره که برو من ایمالی اون دفاع کرد که هی امام رحمان میخواهیم شوه او سوید داشته از نچید او چش در تای پای امام علی اپش در تای پای رستم هر چی شدم چه جروی کرد ما همین جوانو در حیران میشم که الماجو ما در وقتش توی میشید یک بچه بگونه می اومد یک دختر نگاه میکرد مردنی میزنش یا که میرفتیم یکم جای دیگه مردنی میزنم در تاو با خدا قسم الماس دوره سیوز همه خیلی بود برای که ننگ ناموس بود او فرق نداشت خواهری ترا نگاه میکرد همسایه ترا نگاه میکرد بچمی بد نگاه میکرد یا یگون گاب میدوخت یگون گاب میپرتو اوزی اوچوشونا برده داستان اپوشونا برده داستان من حیران ایچ خیلی جوانو هم در کجای توجیکستان پیش میروه این همه وش میدونن که همه خواهرش در تای پای امالی های یا اوچاش پیش امالی رقص کسته با میخیزه با همون شب اپ هدنالت دیگه آدم نیست ایزد امون در ترمای آدم نیست محمد اقبال هسته آدم نیست الماز هسته آدم نیست حسین اشرفش آدم نیست چی باید توجیکستان نداره دیگه آدم بله منم سوال همینه که برادر عزیز رئیس جمهوری آینده شما میبینید همه جوانو در من حیران میشم که در توا بیناموس دیوز شیدگی هم ده نخو که بچه یا شایه رنگ سرکوپ یا کدگی موندگی ولی اپ هدنالت رنگ نمود نداری خدود ای گشنگی و تشنگی دا قلدیده است ای بله با وایما میکنه که ما سوی دارن در دوشنبه در تای پای هم پرزیدنت های یکی اولو دیامو دای اوچاو اپاش سویچ داگیان چی با که
99% خلق تاجیکستان سوئد نداشته یا او داشته. بله گندور امورا باید وپشه نمیموندی. نه فکر نظر شای برادر عزیز، من دوست بدارم او فکر نه به تحقیق برادر رحمان و فابتونه که جندور طرفدارش بیاین جندور همون چند تایدیگه دارن 2-3 دقیقه وقت دارن، یگان مشکلی نیست، بیان فکر نظرشون رو بگن، بعد خیلی ناعدالتی میشه بگن تو یک تایدیگش میخ چپر میکنه مردم ای شیر جوش سوختی کو دوگا پفکده میخری. بله ای چی تشیده که ای پدناله تهوی دان ای هم بزر به علم و عمل های. بله نباشه که نموند یکم آدم خلق کلوب همه شکشتگی های. بله برادر عزیز بسیاری بعد این رحمان ظلم کرده یا از این چیز همین جانداره که برومگه ولای قسم آدم دوشنبه کرینوی نیست همو کرینوی نیست همو قشلوق رفتگیان ولی تخشا بپرسی اتشا اوچشا کو قشلوق رفتگیان نیکی اوخی پاد همین گب موده شدگیه که تو یک کس دیگهش میاد او با اولو چپر میکنه مو دیگه او سولو نیست. بله بله برادر عزیز تشکر زیاد. در استودیو آدم زیاده میخواهم که فکر نظر مردم بگیرم. رئیس جمهوری آینده کیا میخواهم ببینن مردم؟ رئیس جمهوری آینده الماس جون هست کبیری، هست محمد اقبالش، هست مثال حسین اشوروفش، هست ایزد زندانو پری رئیس جمهور های. بله نه پروسه من میخوام منینی مردم بگیرم که مردم دکی ها چه آواز میخواهم بتیان همه چیزا اینترس نیده من همه چیزا میخوام بفهمم. اول بگذاریم اصلا کسی شب را بگم اوه جورات اومده که با این جورات اومده چی میگه او شغم یا که در خونه شو میگه نونی خوردن نیسته اینجا اومده وایمگی داره شگرانه پروردگار چند قیبوش خوبه یه روز چه تو مسلمان نیستی همین گوش کده همین مسلمان برای که آیت حقوق مرفوع کنه همین پاسورا یه برادرازی که همون فرزندش تربیت کردن هم میکنی این مرد جاندور جاندار چکو کرد؟ این جاندار با فکرم که پرتافت جاندار پرتافت خدا نگهبانش. نه برادر محمد بفرمو. سلام علیکم. وقتی نام تو نمیگیرن نیسته خواهش میکنم و استودیو بره برای که فیرده و سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. امو جیمی همونجا جیمی؟ نه جیمی نیست برادر از چه خیلی برام اومد برفت. نه باید پراناتو را گوش نکنم. رئیس جمهور آینده ببینی برادر عزیز. رئیس جمهور آینده میخواهم مردم انتخاب کنن کسی را که منافع وفادار میدونن. مثال هم خودت مردمی من همین مردم همینجا میبرم خیلی خودت توج هزارها آدمو برماسن فکر نظر شفته است. یک کس برآمد ایزد امان گفت، یک کس برآمد کبیری گفت، یک کس برآمد محمد اقبال، یک کس اشورف گفت. من میخواهم که اگر رئیس جمهور آینده یا که محیدین کبیری یا که ایزد امان ولی تا وقتی که رحمان در سر قدرت های هیچ وقت این گپ رو این چیزا رو عمل کردن نمیتونه. عمل هم نمیشه. تا وقتی برنامه داریم سرجم میشیم ان شاء الله میریم رحمان و میبریم چارقاوک میبریم بعد
کیرپیژنیا یگان گرام غم شنخری انشاءالله همون با جاندار همون جاندار در رفته خودش کدام جاندار اون همون جیمی نو برامد کو آه در روسیه در کدام خلادیلنیکی زواد کار میکرده پدرت نالد او غلومی کلازردو شده بو برامده ای پرزیدنت ایفو دوره ای خدا تمام بیره برادر عزیز و همون معلوم خدا بینمت نگهبانش نشده آمد بعد بیا انشاءالله صحبت می نقطیش تشکر زیاد برای فکر نظرت ما میخوایم که این مردم همین خیلی آواز بگیریم که همین مردم کیها را انتخاب میکنن سیاست رو احمد بفرما سلام علیکم سلام علیکم بویا مرتای سلام علیکم تنج سوز هماتی خوبان تشکر برادر عزیز گوش کن بفرما کیا رئیس جمهوری آینده میخواهی ببینی هولیارا همی کبیری های هولیارا بعد اوش معلوم شده که برادرو نوم عزت امان نگیریم برای که تو چند نوم شما میگیرین در اون عذاب میمونه غمش میتیم نیتی او پریزیدنت هم موندنیش باشه نه نوم عزت امان نگیریم برای در زندانیه هر وقتی نوم شما میگیرین اونجا عذابش میتیم در کار نیست اون برادر عذاب تا او برادر خدمت کرده نومش نگیرین التماس برای که در اونجا در عذاب او وقتی هر وقتی نوم شده همجا میگیرن اونجا او را غم دادن میگیرن تمام برادر ایشان عزیز نمیفهمین تشکر برادرو زیاد فکر نظر تا گرفتیم یه دیگران برادر یه مینوت همین نمرو اختبت ما بدای چی قطعی خدت یه چخ کنیم برادر عزیز این ویدیو را تماشا کنم این ویدیوهای منم در همونجا رقم تلفن من موندگیه من ویدیوی تا تماشا کنم نمرو تنم میومگه من قطعی خدت برومدنیم جمشید منم میشناسه فهمیدی؟ ولی بگنی برای شما ملدیاش کارش دیگه با او کارش دیگه ممکن که یگان کار پیشروی شوه چیز خدت فقط نمره تلگرام هم میمونم من تلگرام ندارم نمره واتساپ هم بته واتساپ الماس التماس برای خطی خدت من گپ زدم ممکن یگان کار خوب شوه و بعد نه تمام برادر عزیز واتساپ باشه واتساپ بنویس میتونی نویسه بیا بخیر او بیا همت نویسته بتونی روزی 49 49 نه پلوس 49 176 176 68 68 79 79 59 او چند 59 95 الو 59 95 79 59 95 آه 49 176 68 79 59 95 بله تمام سلامت باشی دیگه دستی از میبرنده نصیب کرده باشه شید گب نیست ماش پناه تو به خدا داغو باشن داغویم پناه تو به خدا خدا نگهبان خوش اینه میخواییم اینه ترش کنیم مردم دیگه نپرسنه اینه خیلی خوش میریم رستم با پیش سلام علیکم سلام علیکم دادارم و علیکم السلام وضعیت خوبه؟ تشکر موضوعتون درباره چیه؟ موضوع رئیس جمهوری آینده کیا میبینی؟
رئیس جمهوری آینده سریاز نبگم رستم امالی را میبینم سایمرو دولت و تمام بسیار فکر ندارم چی نیست. میتونه که در باره برنامه همینو یگون چی بگه. میتونه که من میخوام که رئیس جمهور شوم، سوید بتیم بزلیمی در تاجیکستان 15 سامانی تا سینی 18 را بتیم 300,000 جای کاری تحسیس بتیم. رستم امالی هم حرکت است کو نه برنامه شد میتونی برای بگوی همین رستم میوه رئیس جمهور میشوید همین کارو را میکنه. مثال من گفتم که من سوید میتیم تا سینی 18 ساله 500 سامانی میتیم مثال 300,000 جای کاری تحسیس میتیم در تاجیکستان. رستم چیکار میکنه؟ تاجیکستان برای کامبیزاتور رستم پول داده است کو برای کامبیزاتور رستم پول داده است. شر نیست که ببره پاکازت کنه. من آدم میدونم که تو 1000 سوم 1500 تو هم قرار 600 سوم و 500 سوم هر اویله داده است. خیال تاجیکستان به خود نه به خود اومده است. او کبیری چی حال با چی حال آورده به تاجیکستان؟ ایدور مثل سنگ میزنید 5 سال دیگه نمی برنامه تونه دوام بده در دستون چی کار نمیبرد دودر جان. به تحقیر به یگان چی سریاز نگفتستم قدشم. نه شما نکه بیسم اینجا شما میتونه که با چهره گپ زنی که طرفداری حکومت میکنی. من زنم چی بزن ده تزانه کایده وس افیرو میبرویا رحمانوف چی گپا گپ میزن. مایل دو در به تغییر این همی حاضی بگو که پگاه ما تاجیکستان میرم کی میروه ایزا دمونم خیلی کد یگون کسی خفاش خیست هیچ کنه خیست برای امو 10 سال دیگه نم خیلی پیشروی که ایدستانی چی نمیبیاد حکومت من یا نمود با قوت که تا بس گفتنه این همی خیلی ببراده بره بگو که من همی خیلی مجده دارم تره بخی بیو یگون تا پیش نمیبیویا من خیلی میگومد یا پروست از روی پشت اکرانه حکومت من یا نمود با قوت شدگه که چه خیلی بگوم ما میخوایم که مردم سوید داشته باشه شما سوید داشته شما جای کار داشته باشه همین کاری الحمدلله پدر مادر ما سوید داره 100% جواب میگم سوید دارم من خودم سوید دارم خونم ده پدر مادر بدن ما در دوشنبه زندگی کردستم حوزیدنی من و پدر مادر دنگره ده به خدا سوید دارم به خدا سوید دارم. سلام علیکم. و علیکم السلام. همی اکه یک سوال دارم برای اکه این منصبداران چی پرزیدنت آینده تاجیکستان همی خلق برای چی پرزیدنت انتخاب کرد برای همی که اینم شما روی اکران گمونه اگر شما 10 سال هم خیلی برآمد کنین همی یک برآمد شما رفتن میگیره همون خلق انتخاب میکنه پرزیدنت این خلق خودش میدونه چی کنه شما این برآمد کردستیم برای چی اینا روی اکران شما گاو زدستیم برای چی زور نکن نه فکر نظر ده برادر عزیز شما آزاد شما میتونه که طرفداری رحمانو بکنی نمیتونم یا کسی دیگه بکنی در فکر تو آزاد من یگان تا شما خواهید تیر کمونه رحمانو به طرف نیست کنیشنا رحمانو داره طرفدار من میخوام که ببینم طرفدار رحمانو که چند تا داره همگی 2 نفر میبره ایجا شما میدونه که رحمانو 90 چند درصد آواز گرفته 92% آواز گرفته در تاجیکستان 90% غیر امکانه آواز گرفتن این چیزا شما هم یه بار قصه ماتماتیک را بزنه 2 میلیون اگر توصیفی تا 18 را باشه 2 میلیون 2.5 میلیون دیگه اگر در خارج باشه اینا حق آوازدهی ندارن کدام مهاجر آواز داده کو بیا مهاجر بیاره که رفته در پاسال آواز داده باشه نیست فقط اونم کارگرای دولت بعد با 5-6 حزب دیگه در تاجیکستان های و اونم با گفتی خودشو طرفدار دارن بعد همین آدما رو تقسیم کنی بعد چه خیر رحمانوف 92% آواز میگرفته این آدما نمیدونم 6 8 10 این غیر امکانه این دروغه میفهمی مردم شما رو فهم دارن یک گایوه در سر قدرت اومدگی چند بار انتخاب شد کی اومده ای سال 1992
16 نوامبر سال 1992 به سر قدرت آمدن پیشوای ملت جناب اولی. تمام اکه بهشت میره و اکه قضیه جناب اولی تو ما میگم که سوید نداده برای برادری سوید ما میلیون کمبودی داره سوید داریم شکری خدا هیچی کم نیستیم خدا در روسیه ای برادری عزیز گیجو طرفداری رحمانوف داری من نمیفهمم ما در روسیه ما در تاجیکستان و مکان کو سوید گیرون که در تاجیکستان سوید گیرون که بینی سوید هست یکم ها در اینه سوید هست اینه ساعت چنده از به ساعت پشت گردون پشت ساعت ما کار نمیکنه ساعت در تاجیکستان 14:25 ای برادری عزیز بیا دروغ نگو ای اکم چی گپی دروغ گاو میزنیم اونجا با خدا قسم کو تا این درجه دروغ گفتن نکو من گپ تو ندارم با خدا نه خو آدم این قدر دروغ بگه اکا جانی نما در تاجیکستان هم در دوشنبه من سوید پدر مادری من سوید دوره در دنغره زندگی میکن در دیه زندگی میکن سوید دورن الحمدلله یکمش من جای وطنم الو اپا گوش کمارم تو سوید دوری گوش کمارم تو سوید دوری مالی دیگه مردین اما سوید نداریم مالی هم با فکری خودت همه سوید دوره چخل ندارن تو با خدا قسم در خونه من 25 سال چی سوید نیست ای زنک انسان هستی 25 سال شد خونه من در سوید نیست میفهمی تا میره زندگی میکنی سوید نداری در قشلوق زندگی میکنم من ای نمیدونم در قشلوق آخر نمیدونی چه میکنی میبروی نخیلی گفای سانسطه را بخونم زندگی میکنم پدر مادر من سوید دوره پدر مادر تو پدر مادر من پدر مادر نیست سوید دوره پدر مادرت پروشت ای پشت اکران گپ نزنید امی کو گوش کن مرا گوش کن معمر کدافی 40 سال حکمرانی کرد ای دست خلقش کشته شد فهمیدی ایرا ایاد نبرو کی یک روز نه یک روز قطعا رحمان ورود میکنی فهمیدی ای دستم بیا زورای پشت اکران همین شما کو نمی شما واکی حرامان نمی تاجیکستان جزیر کرده فهمیدی دایم خوب که بیا دارم دیگر کار ندارم پدر نه تو دیگر کار نداشته باشی بیا چطور میخوای چطور تاخیر نکن میگو نه برو چطور سالسطه نخون خواهرت خرب گویا بس که برادری عزیز زنک های مونش خواهش میکنم هیچی نگو خواهی طرفداری حق داره که طرفداری که نه یگان مشکلی نیست قرش کرد هر دش برمدن برفتن خوش سلام علیکم و علیکم سلام بفرما برادر عزیز برادر امی اویدی یک ایده امی پریزیدنت سیستم پریزیدنتی را ایبان بود و سیستم پارلمانی که همی در چی نظر دارم همه چیز هم میخواهیم ما پریزیدنت باید صلاحیتی نداشته باشه که سود بالنیسه و ملیسه را همه را انتخاب کنه رئیس جمهور را باید من گفتم که همین پریزیدنتی را بیاین همین ایبان پا میبریم شتاب دیگه همین اشبه که 30 سال شده است عموما دیگه نشوده مقصد رنگ استراخوفکه مردم میشود که وقتی که سیستم پارلمانی را میمونی او صلاحیتی نداره که رئیسی همون پارلمان شتاب در بالا دیگه مینیستر مثال چه بگم گلاوری کنده مثال لیگای مینیستر بتونه که حقوق و گبزنیش همین چنی برابردی همون رئیس جمهور شده در مومنت اگر با یکم پریزیدنت دیگه مونه مثال گفتن نمیشه یکم گپ شوم مثال پریزیدنت در بالای سر همون مینیستر میشه اونجا مینیستر دهنش محکم ای دهی پارلمانی ده اونجا حقوق و گبزنی و اوروین همون زبانی همون رئیس جمهور برابر دیگه مینیستر میشه دیگه یکم کار کردن نمیتونه بعد
اویدی همی چی پرسیدنی دام اکای алмаз اوید عثمان هم عثمان چی شی؟ برادر عزیز باید به همین روزای نزدیک آزاد شوه. انشالله روز چه نمیتونم گفته اما نزدیک های انشالله چی میگن همون هر آزاد بشه برادر عزیز. یگان گرم خیلی غمش نخوره انشالله که بر همون معذرتاتون بگن همون خیلی عیوب در اومد گرفتن ادالیت کردن چیشه سبشنیاشه بدره که با پگه نداره بگه که алмаз مرگی بلاک کرد من نامردن خواهش می‌کنم برادر عزیز این مینا همون ایوبا کو بلاک نکنه. من خواهش می‌کنم اگر کدمت بلاکش کردی باشه هویش بکنه نمونه که بتونه بینه سپیسکره هم در بلاک باشه گیرن دفش کنیم پگه بلنگه که این نامردی کردن بعد فرق ما و شما ای وای چی فرق کرد میکنه که ما را بله نامردی کنیم بله برادر یک سوال. سلام علیکم بفرما برادر عزیز. وقتی نامتون میگیرم خواهش میکنم که برادر عزیز وقتی نامتون میگیرم سر از جواب بتیه خوش. های برادر عزیز خدا نگهدار. بعد اکا اما یه چیز تماشا کنیم در برای تحصیل سنگاپور چخه با یه دولتی که مثلا بطلاقزار بود вообще یگان چیز بلگری دولت نداره هم مثل زیر زمینی نه که در момент نگاه کنیم چخه در توپوی دولت هایی که مثلا چی جهت اکانومی باشه چی جهت دیگه سترکتورا باشه مثال баланс шуда гардам давлат ай сабаби ки дар сари давлат ягон мисол ҷанговаре ки ягон гапзан надир омадагия я менеҷер омадагия да ка аммо идеяу чӣ қонуное ки пешниҳод кардагия як бор аммо тамошо карда бурем бояд мумкин фикру ақида бо камтар дига шавад. بله то ака саломат бош. خدا نگهبان. سلام علیکم امینه. سلام علیکم امینه. سلام علیکم. Овозум аст? بله Ҳамин вақте ки ҳанӯз анак дур омад, ман сразу дур омадам. Ҳавае намонди ман катиш гап мезадам. Ай куҷоюм гуфт? Ҳамо ай куҷоюм гуфт? ай душанбе ай данғара будиям душанбе омадиям. Рута сиёҳ маймун қишлоқӣ. Ина ман ай душанбе бинӣ ки ман ай ранг рӯям эмомалиш безорум маймуно. Намонди катиш гап занам. Майли хайр. میایم بعد انشالله که اومدن این دفعه بیای Ҳамин ки дур омад ягон занак, вақте ки диди ки занакай бон занако дурен хучун гап зананд. تمام. Майли хоб саломат бошӣ. майли خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادرای عزیز. همین خواهش می‌کنم وقتی قبول تو می‌کنم تست وای کنه صحبت کنه جدا در استودیو باور کرد پول نی پرای فکر نظرتون بگید رئیس جمهوری آینده کیه میخواه ببینه. فکر نظرتون میتونی بگوی برادر عزیز. برادر شما را موفق بگردونه. تشکر برای ما را موفق گردوندن. نه که کیه میخوای ببینی؟ رستم علی را آزاده را نمیدونم کبیری را سهراب ظفر اشرف محمد اقبال من کی را میخواه ببینی؟ برادر همه کلی مخالفا را همش میخواهیم که در آینده رئیس جمهور باشن. برادر کبیری هم ارزش داره، برادر محمد اقبال هم، برادر حسین اشور هم، برادر سهراب ظفر هم در حیات پیمان با برادرای دیگر هم هست اسمشون در یاد نیست. همشون صلاحیت دارن انشالله. یک شما هم انا برای که در افیر به خاطری که دستگیریتون کنیم گفتم انشالله موفق معید سربلند باشه خداوند در این مبارزه پیروز مگردونه. اما در زندان ها هم بسیار اینه که به دلیلی که یک برادر پیش از ما گفت اسم وی را نگیریم با به خاطر اسم وی همون مجازاتشون نکنن. اگر اونجا هم شخصیت های بسیار ارزنده هستن که
باور که تاجیکستان در بین همین 6-7 سال همون جنتی که روی زمینش میگن حاضرت جنت نمیدونم چی جنت باشه که مردم جنت میمونن به سمت اروپا و روسیه کوچ بسته شدن مگر آدم از جنت فرار میکنه بنابراین یک شخصیتی که لایق شده داشته باشه و سزاوار باشه و به همه قشر جمعیت خدمتش رسه و همه را به یک چشم نگاه کنه یک منطقه و یک عائله که نباید مقصد تأمین بکنه و دیگران را اهمیت متین دیگر هم همون شهروند همی صاحب حقوق همین کشور دیگر هم فرق نداره و ازبک است چی ملت چی قلق هر ملت و قومی است شهروند همون کامل حقوق وطنی ما و ارزش همون زندگی و حقوق آزادی برابر داره مثل دیگر اعضای عائله که حاضر ریاست حکومت در دستشون است زمام حکومت در دستشون است همین خاطر خداوند هر چیزی تر این حکومت یک کتاز این حکومت دیکتاتوری که دیگر انسان هایی که قصد پریزیدنت شوی دارن و یا را چشم دیدن ندارن حتی همون فرامرز بدخشانی که بیچاره یک جوان 30 ساله بود دانشمند حقوق شناس هم بود همین گناهی و چی بود به خاطر که نامزدی شد در پهلوی همین مون به همین خاطر باید چپ گرفتن 30 سال گویم که یک حبس ابدش کردنده بسیار 30 سال عمر میبینه نمیبینه در زندان الان همش آزاد کنه خداوند شما را بازم پیروز بگم موفق کنه و علیکم السلام الله نگهتون داره و شما را سربلند موفق کنه در این راه انتخاب کردت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام نگهبان مردم همجا تای 1000 نفر ما را تماشا داره خواهش میکنه برادران عزیز پادپیسات سره لایک فراموش نکنه ما را دستگیری بکنه پیشروی ما دستگیری شما پیشروی ما برادران عزیز ببینیم که شما اگر ما را پدر رود میکنه این برنامه ما را که ما میخواهیم که بیایم یک کار بکنیم برای دولت برای ملت اگر همین چیزا ببینیم که ما هم مردم ما را داره کمک کرده شده دستگیری میکنه با ما میپیونده ما برادرای عزیز برنامه با جدیدتر میکنیم با خوبتر میکنیم مبارز بفرما سلام علیکم و علیکم السلام سوزی خوبی الماس جان تشکر برادر عزیز بفرمایید سلامتی و تشکر خدا که ما را به وطن برمیگردونه که ما امی غربی آزاد شیم در سر دم این ابله آخی گی همو گفتی گپو تورنچکا و نمو جنگ رفتگی و اوکراینا ایامی کلاغاسی خوب مونم باور که همه بزور ایو پروسو هیچ کار چی ندودسته که مثلا آواز مونم بله باشه من این در مکتب بودم مثلا لیست آوردن که مثلا در نومی همه اینزامو کسی فیسه بدم گفتم من نمیمونم نه که گفتن که مجبوری میمونی این کلاغاوسا باور که آدمای کلانسال امضا نمیمونن در چیزش در نام فامیلیش فقط همون بودکایی که مکتب میخونن به عقل ندارن که مثلا زندگی چیه همواره مقصد میرون مجبور میکنن که گیرین دست مونن در نام همه نباشه ای مکتب سرتون میکنن یکون کلانسال نایدم که من مثلا در نام همه ابله کلاغاوسی به عقل مثلا اینجا مونده باشم تمام برادر عزیز تشکر زیاد فهمیدم فکر نظرتون میخوام دیگران فکر نظرش بگیرم وقتمون کوتاه در مثل الماس جون برادر عزیز 20 دقیقه دیگه نشوتی سویت باور که به غرض همه شهر و بلنیسوها و مثلا چیو دیگه یگون چی نداره نوابود نداره بله
برادر عزیز 20 یگان دقیقه دیگه وقت منطقه نواباد نداره سوی تمام همین کلاغاوس گفتنیم که یک کلاغاوس ابله کورنمک انشاءالله این مردم با پا میخیزن یک سال دیگه صبر که بله مبارز بسیار لیسه انشاءالله الله اکر خودش مبارزه را بگو جمع شوانه که انشاءالله میریم با همه سرجمع میشه همه سرجمع میشه انشاءالله که همین برنامه تون چند خیلی میتونین زیادتر کنید که تا مردم مقصد بفهمن که در دنیا چی گفته تمام انشاءالله که شنبه هم سحر هم بگه انشاءالله افیر داریم و بگه ساعتی 4-5 نمیدونم چند دیوار میشه روسیه 2 ساعت فرق داره 6 ساعت 8 روسیه 8 مسکو بعد همه مردم مسلمان ها گفتنیم که آزادی با دین و اسلامی رسول الله اکبر بله برادر عزیز تشکر زیاد اینجا انسان زیادن میخوام که همه قبول کنم آخر سخن منم بعدی 15 دقیقه باید اینجا باشه الماز جون ما دبرتیم همه وقت تکیتیم تشکر زیاد برادر عزیز خدا نگهبان خوش جناب سلام علیکم علیکم السلام الماسوزی تشکر برادر ما طرفدار اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت سرفرمانده قشون‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی گنرال مایور امام علی شریفوویچ رحمانوف چیگه میگو اینا بو یگون گپی گه دبا بیت کنو بو اضافه میخوای یگون گپی دیگه نه تمام تشکر برادر شکر نظر تا گفتی مالده است تو میخوای که امام علی کاروش طرف دیگه میخوای که رحمانوف پرزیدنت باشه نه اینا می تو کیگه میشه بغیر زمان اینا می تشه روزی کو با قبودیون میزنی دانشگاه ملی میسازی بود دانشگاه دولتی میسازی بود همه را میکشی طرف خونه تو میبری اینا تو سر میکنی که با میبریم نیست دیگه مو значит رحمانوف همین قصال دزدی کرد بدزده مو بدزده خاک و دزدی و مختش دیگه مو گفتی همو گفت که پریویکات کایگی مایقتی مو بدزده اگر من بیام یگان کار کنم значит من گشنه هم میام یگان کار میکنم تا من سر میکنم значит رحمانوف دزدی داره که یا گپ دا گپ مرا بفهم باینده این توجیه صدقه سوید کنه این توجیه باید در نوی توریکستونی بمره بروا فهمیدی توجیه چکا میکنه سویتا این قدیم با تپک اومده با چراغ فروزان اومده باید بمره بروا تو میبرن میروم برادرم از این چی فرمانه که تو وقتی نمیده من نمیدونم چی بگم اینه بغیر از همین جنوب که کردم میتونم وظیفه را کو برای ما یک 19 اوزای منم حیرونم که همین بغیر رحمانوف یگان که چیز دیگه باشه که همین تاجیکستان اداره کنه یا که نه منم همین چیز ده همین خیلی وای رفتگیم همین مردم که همین لایق رئیس جمهوری کیا میبینن در آینده من همین چیز خواستم همین مردم همین روز بپرسم متاسفانه یاده کس همین یک کس برای من طرفداری رحمانوف کرد نخدا دیم شی 3 کس همین روز برای من طرفداری رحمانوف کرد 1000 آدم 3 آدم طرفدار رحمانوف کرد شما چوپلوسای خود داریم و چوپلوسای طرف خود ما داریم برادر عزیز 1000 آدم 4 آدم طرفداری رحمانوف کرده اگه شما بسید کوباتورید کنه که رحمانوف چند طرفدار داره اینجا من 1000 آدم تماشا داره همین 1000 آدم 4 آدم نمیخواد 4 آدمی که طرفدار رحمانوف این همین نمیدونم 4 میلیون 3 میلیون و همین حجیر که هسته که دارم گردوگران روسیه لافکنده و مکنده و سردریده و پاپوشش دریده و به صاحب بخوان اونا 9 میلیون دیگه تو 3 میلیون دیگه تو یه دفتر نامشا میگیرن بعد
دیگه خلاص میشم فهمیدی؟ یا می گردیدن این دولت ها خندکه تندکه چندکه مالی برادر عزیز تشکر زیاد فکر نظر تا گفتی چهارم آدمی که طرفداری جناب خالی من میخوام با تو مطمئن گپ زدم نه که با تلفن یگان تلفن هست که وقتی صحبت کنم اون رقم تلفن در اکران موندگی دیدی اینجا درخشان تیوی نویسته اینجا رقم تلفن میتونی که برای واتساپ بگیری صحبت کنی میبرداری آخه نه که پرامو یا فکر گپ زدم میتونی که با دوشو که گپ زدم آوازت مرد زوگ نداری زوگ صدا نیست الو صدا نیست صدا نیست یک نفر اینجا زنگ زد در واتساپ همون خاطر نمیشه و اینجا پیوست کرده به آوازم خیره میاد و همون خاطر من بعد یه ساعت در واتساپ زنگ میزنم اگر بکار باشی من برادر عزیز بعد 15 دقیقه افیر رو میکشم خب بعد 15 دقیقه من وقتم بد میشه انشالله که با بگاه صحبت داریم انشالله نه من مقصدم که با تلفن واتساپ زنگ میزنم با تق زیادی نکنی که من قطعی گپای سریوز ندارم تمام برادر عزیز من اومدم به رحمانوف صحبت کنم شما طرفدار رحمانوف یگان مشکلی نیست باشه خداوند نگهدار باشه های خدا نگهبان خوش اینک میریم ایالا خوش بینم جان بفرمو سلام علیکم اکا و علیکم السلام برادر عزیز خوش میکنم کوتاه بفرمایید رئیس جمهوری آینده کیا میخواهی ببینی فکر نظرتون بگی خواهش میکنم تمام ما یا شما را یا حسین تغورا تشکر زیاد برادر تمام اکا جمشید نمونه که دپوتاتور لاد مینا تمام حالا خدا نگهبون نکه خدا نگهبون امام ولی تخموف سلام علیکم بفرمو الو سلام علیکم و علیکم السلام تشکر برادر عزیز فکر نظرت کوتاه درباره کیا میخواهی ببینی رئیس جمهور در آینده در تاجیکستان برادر محمدی غولا همین یک آدم میبینی دیگه انسان ها ندیده شدی نه برادر تمام تشکر زیاد برادر عزیز فکر نظر دیگران را بگیریم خوش سلام علیکم صافیه السلام علیکم و علیکم السلام الماس خوب است تشکر برادر عزیز تنها فکر نظر تبو که کیا رئیس جمهوری آینده میخواهی ببینی در تاجیکستان بفرمو الماس من مثلا نگاه که هر کسی که جای شما مثلا ایپیر شما اصولی میخوری که مردم مثلا مقصد تو شما چی کرده دوری من نمیفهمم برادر عزیز شما را آواز تو به حد پستی بده سوز شید آها آن نه خوب شد امی میگم که امی ایپیر شما آزادی هیا بله نه آزادی که باشه هم مردمی که طرفداری ای جناب میکنن برای چی آوازشون محکم میکنه یا که هر گپشون میگن برادر عزیز فکر نظر تا بگو برا منم جا همیروز 4 کس طرفدار رحمانوف برمد یک سوالشو نکردم فکر نظرش گفتم خوش آمدی برادر عزیز تمام برا یگان مشکلی نیست تو بتونی که فکر نظر تا آزاد بیان بکنی همینجا بسیار بود
میخوام گپ زنم لیکن نمیمونه شو الماس. برادر عزیز من نمیخوام قطعی خودت سپورت کنم. من همین روز مردم دیدن که همین آدما اومدن فکر نظرشون گفتن. من یگان گپی زیادشون نگفتم. اگر یگان فکر نظر داشته باشید برادر بگو، نگفته باشید خدا نگهبونت. من وقت فکر فهمیدم الماس. فکر نظر من مثلا این همیه که مثلا وقتی که این هم ساله که جنگ بود بعد چه خطیر همی محمد یعقوب تو من ابو که تو کیا میخوای ببینی رئیس جمهور؟ او جنگ بمون دیگه جنگ نمیشوه. همی در نصیب کدوم باشه خداوند گفتی گپا که قوت بر در نصیب کسی باشه نمیشه. خیر سلام علیکم. بفرما برادر عزیز. علیکم سلام. برادر همی هر یک خر خنگل قبول میکنی گپ میزنن وایش میگه که یک کس دیگه شوه مردمی توجیک بسوید مره برود ایسوسو و حیوانو را همی سرز از ابلکی رو شکو برانو خیاب پادن حالت خدا زدن. نه اکی میگم که همین عدالت شوه همین هر چی نگم با همین میگوین یک کار میکنن که جنگ نخلوره. برادر عزیز برنامه من همینه که من میخوام بفهمم که مردم امروز کیا میخوان رئیس جمهور ببینن. خیلی نمی قگه پایوخی من میخوام که عباس غرمی من درباره جنگ اگر بیام ترا بگم که امروز درباره جنگ کیو جنگ سر کردن کیو را کشتن تو نمیای گپ نمیزنی. امروز من اومدم برنامه کردم که کیا شما میخوای ببینه مردم. 2 ساعت چید من همینجا 4 طرفدار رحمانوف هم بود در مهاجرتن. یگان اونتا جدری داخل نبود که من بگم که ملده است تو یا بزدیلان ببینم کوتاه بفرمایید کیا میخوای رئیس جمهور ببینه در تاجیکستان. تمام. یا بنده مومن مسلمان هم میخوایم در سر حکومت بینیم که همه مردم آزادی بتیاوه گفتی گپوت کسی مسجد میروه کسی نماز میخونه هیچ که چقه نشوه. بله. یا بنده مومن مسلمان شوه. بله. نه اینکه دشمن خدا و دشمن پیغمبر دشمن گفتی گپو ملت. من میخوام که عباس غرمی پرزیدنت شوه. یگو از پروتی واسطه همیشه هیچ باید پروتیف هم نباشه. این فکر نظر ده برای همون خاطر برادر عزیز شما این مردم ما فکر نظر گوش یاد نگرفته. من میخوام که مردم فکر نظرش گفتنش یاد بگیره. هدف این برنامه برادر عزیز تو میتونید عباس غرمی در چوچی کلوبی نمیدونم در بابای قند در جانون آواز بتیه یگان مشکلی نیست. شما یا حق داره. شما میخوایی که طرفدار همون انسانی میخوایی که همون آدم رئیس جمهور باشه. دموکراتیش همینه. اونا یک خدا زده و برمدیان من دارن در اینجا نمیدونم چیشون بشوه. برادر عزیز من 7 دقیقه دیگه مونده در استودیو 10 آدم های. من نمیدونم اینا چقدر قبول کنم. قبول کنم یا نمیتی 7 دقیقه برنامه تمام بود نشه. انشالله که انشالله بومدیم بگم صحبت میکنیم. پناهت با خدا برات. خدا نگهبانت. جوابی همین چی؟ سلام علیکم اساتید خوبی؟ جوابی همون چاپلوس اوقی پدر گفتنی بود مکه. بخشش خیر خورد بکنه که او در ارزنده میگه که توجیک صدقه سویت کنه توجیک ایسوسه بر پدر نوت کونته یا پیتوخی حرامی نمیشننی و چه حق داره که خیلی گاهی توجیک چی میگه توجیک در وقتش مثلا بسویت بود زن تعمید بسویتو فلان کنن آخه بله استغفرالله. برادر عزیز خدا نگهدارش. گفتنیم که اکای الماس شما که سستی نکن به حد سستی مونده چند وقت چون چی گفت میگه شما نمیگن همین برای شما یک سبب دارم که کم کم محمد اقبال کم کم تماشا کنید وقتا محمد اقبال تماشا میکنید کو کیف میکنید یا نمود میکنن کو یک گنگ میشن برای میخوام که کم کم بود تماشا که این خیلی آدمو رو نمونه که گپ زنن. نه من بچه تمام والله میگم برای رحمان فگان استاد نرو که یو دا استاد اصلا درگونه یو دا جوست کامره تمام جوست کی بشه که الان جوست کی بشه تمام ان شاء الله هم میکنیم. خدا نگهبانت برادر عزیز دیگر رو بگیره. تمام 6 دقیقه خدا نگهبان. خوش مبارزه روی حق. سلام علیکم. سلام علیکم استاد گرامی. برادر عزیز تنها
فکر نظر تا بگو برادر عزیز. کیا میخوای رئیس جمهوری آینده ببینی؟ ما راست گپ ما میخوام که استاد کبیری را بینم برای که به حد فکر نظرش به حد خوبه، به حد مثال گپای خوب گپ میزنه. ما نمیخوام که رحمانов مثال وطن فروش وطن مثال زمین فروش نمیخوام که در همین چی باشه. استاد کبیری، استاد محمد اقبال، مثال اشورов، مثال دیگر بعد شما همتون زبی پرزیدنت دارین غیر از رحمانов. تشکر زیاد برادر عزیز. فکر نظر شما بود. خدا نگهبان دیگران فکر نظر شب بگیریم برادر. من همی استاد خیلی فکر میکنم که خیلی خوبترین، سلامتتون خیلی بهتر شده دیگه. الحمدلله خوبه. ما بگه با انشالله که در صحبت استاد ما هم وقتا دستگیریتون میکنیم، همه وقتا یک جاییم. ما هم یک مبارزیم با ضد رحمانوفی بگیم اوقیپاده. تمام. خدا نگهبان. سلام علیکم. سلام. خوش. سلام علیکم. ماسکاس پیتری چی سلام نموری؟ علیکم. و علیکم سلام السلام. علیکم برادر عزیز. همه هدف شما چیه؟ سوال چونین است. کیا میخوای رئیس جمهور در تاجیکستان ببینه؟ تمام. این همین شخصا تره. برای چی کارم تو من نمیخوای؟ با خاطر فکر خوب داری. نه. رحمانov درباره فکرهای استفا. من کم صحبت میتونی کرده؟ چونه بله صحبت کردم میتونم به خاطری که چی کار فکرای من چی کار نیت دارم بکنم برای همین ملت؟ فکرات یعنی که به خاطر ملت خوب است. یعنی خیلی شد مو وقتی که کانال تا باز کردی ما گوش میکنیم پیروی میکنیم خیلی خوب است. من در همین در حیرت ماندگی هستم در همین ملت کسی که کسی از کسی طرفداری میکنه که برادر و یعنی که چاپلوس میگه این خیلی هم قبول نیست. حق این است که یا کافر گفته میشه. به چی خاطر؟ کسی که اذان بند کرده یک کس فرضای الله بند کرده یک کوتاه های انشالله بگهی و بگونی وقت انشالله بازی نه چند 6 ساعت پس با برنامه داریم. خب نه من همین گپ گفتنی هم که هوای خوب صحیح صحبت میکنی. بازی وقتم کوتاه های برادر عزیز 2 دقیقه دیگه وقت دارم. همینجا دو سه آدم دیگه خب فکر نظر شما بگیریم. خب خداحافظی میکنیم. بسیار بگهی خوب جانم مرسی. خداحافظ. خدا نگهبان. خب محمد 001. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. همون برادر که حاجی گفت تاجیک از حقیقت فکر میکنه او برادر شوخی کرد او تو نایرو رحمان بزرگ بود. باید امروز کم کم برادرها بفهمن. نه برادر عزیز باید انسان گاه جاهای ده سخت بگه. من طرفدار همون سختگوها هم هستم برای که مردم ما را من نمیدونم که کدام گپ این مردم را بیدار میکنه. ممکن که این برنامه من در یک قسمی برای سخت میگیره. ممکن همون بچه سبب میشه که همون مردم میخیزن یا انقلاب بینن یا که همون کار میکنن. برای همون خاطر باید مردم اجازه داده شوه که هر انسان فکر نظرش بگه. چیز خطا شده در یک انسان وقتی سخت برادرای ما پروسه نمیفهمن کم کم شوخی را نمیفهمن. توش نه آدم خودمون به آدم رحمانov پدنالا نبود. بعد من میخوام که یا خودت یا بهروز تقویزاد یا جمشید هم بچه‌ها یوش خودمان پرزیدنت شکر الله بزرگ هم آدم بچه‌ها یوش شو اما وقت فکر نظر مردم من پروسه میخوام همین فکر نظر مردم بگیریم که کو همین مردم رحمان نخو با همین رحمانov سراونوید که هست ما خودمونه نخو که ما همین رحمانov آواز بگیره و مونه با همین خاطر همین برنامه بود. ولی امروز نصیب کرده باشه بگویم همین برنامه همین سوالای انشالله که خواهش می‌کنم که همین چاپلوس همین وطندارا و بی وطنا بیان انشالله که صحبت کنیم. برادر عزیز
چیبا نمیبره نمی رحمانوف خطی آدمو گپ زنه چه ولی کمی ما را بینندم کم ای برادر عزیز، ما را که 10,000 15 20,000 بیننده شود باید ما را حکومت توجه میکنه. از میگن 3-4,000 پدپیشک داره این خطی ما گپ هم نمیزنن، ای 10,000 بالا را باید به نظر میگیرن. نه خیلی قطعی برادرای محمد قبول هم نمیبره امیر رحمانوف ببره قطعی مردم گپ زنه که جو گرفتگیان با جوش جگن ما ایروی تو بزریم الله لعنت کنه همه اولاد لعنت کنه الله بزرگ ما ایت وابشه بزریم. تشکر زیاد برادر عزیز، خدا نگهبان. یک نفر دیگه قبولش میکنم، به خدا 2 ساعت گذشت. الله نگهدار باشه برات. خدا نگهبان. سلام علیکم. علیکم سلام مکان. تشکر. الو سلام علیکم بفرمو. شکر که چیگا پیدا میگم چیگا پیدا بوده چیگا چپ رفته سای گپ درباره همینه که رئیس جمهور آینده کیه شما میخواهی ببینی؟ هی شاقانه چند جنوب بیولی ولی رامون کنیشنا. تمام. تشکر زیاد. فکر نظر تفهمیدیم. خدا نگهبانی همت مردم. خوش در آخر گفتنیم که خداوند بگردانی بلا را ضیافت ها نگهداری تو ما را به حق هر دیگه سوی محمد برای جمله حاجت های ما را خداوند همه ما را نگهبان باشه. موفق بون بگردونه خداوند. یک روز همه کسا در تاجیکستان و بخرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.